سلام و عرض ادب به تمام مهاجرینی که خارج از کشور افغانستان زندگی می‌کنن و اینجا ما خواستیم که یک ویدیوی بسیار زیبا و هیجان انگیزی برای شما تقدیم کنیم. اینجا اما افغانستان کشور عزیز ما و شماست که در ولایت پکتیا و پارک زازه اینجا حضور داریم و خلاصه از این مناطق طبیعی میتونین ببینین، لذت ببرین که واقعا هم افغانستان بهترین جاهای دیدنی داره. حتما انشالله رحمان که مزایای آمدن شما داخل افغانستان برابر شد حتما بیاین، چون الان بهترین امنیت داره الحمدلله و ای که بهترین مناطق و زیباترین مناطق که طی همین 20 سال یا 30 سال ما و شما ناخبر بودیم حال خبردار شدیم داخل ولایت ها و ولسوالی ها و قریه های مختلف داشته بوده و ما و شما به علت ناامنی و جنگ نتونستیم که از این طبیعت لذت ببریم. خلاصه میتونید فضا آقای فیلمبردار از فضا از کلاغا بگیر، حیوانات و بلبلا، خلاصه روی درختها حیوانات مختلف و پرنده های مختلفی روی این حیوانات داره. خب کمی دیگه بیشتر میریم در مورد بعضی از این مناطق بیشتر صحبت بکنیم. این مناطق که هستن مناطق بسیار آب و هوای قشنگ و زیبایی داره که هم بارندگی داره، هم هواش معتدله، هم پوشیده از سرسبزی و درختان و کوه البته هست. و دومی که این مرز هم که میبینین که این خط یا این خط استواری که میبینین پیش در پیچه، این خط دیورند مرز پاکستانه که ما شما نمیتونیم از این خط ورتر بریم و این طرف هم که من جمله مکمل افغانستانه و خدا کنه که همه جور صحتمند باشه. شما رو به خداوند بزرگ یکتا میسپارم تا ویدیو بعدی ما رو حتما تعقیب بکنین. لالا داوود، سابسکرایب، لایک یادتون نره.